این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای آبلنبو شده که با نزدیک شدن نمایش انتخاباتش هر چی زور میزنه نمیتونه جلوی ریخت و پاشهای نظامش رو بگیره. البته نمایش انتخابات همیشه یکی از وسیله های ناچسب نظام بوده، اما از اونجایی که تو آخرین بازی انتخابات طلسم عظما ترکید و احمدی نژادی هم که از توش در آورد الان روی دستش باد کرده، دیگه سید علی قرائتی رو فرستاد تا هم انتخابات رو در نظام ولایت تعریف کنه و هم احمدی نژاد رو از رو ببره. ما نمیتونیم انتخابات رو بهش اطمینان داشته باشیم. بالاخره انسان ها رو هوس ها رو تمایلاتش رو رأی میدن، منتها ما چاره ای نداریم. ما الان توی دنیایی هستیم که باید به خاطر دموکراسی انتخابات کنیم، اما معناش اینه که حالا که واقعا این انتخاب شد حزب عباسی بهتر باشه. این انتخابات از درد مثل قرعه. مثلا یه ماشین اصلاح داریم، 2 نفرم متقاضیان، حالا میگیم قرعه بکشیم. این قرعه راه حق نیست، راه حله، برای که من از بنبست بیاره بیرون. ولی وقتا همین ماشین اصلاح صورت میفته به پیرزنی که اصلیش نداره. خب راست میگه دیگه، تو آخه نونت نبود، آبت نبود، بازی انتخاباتت چی بود؟ آخه مگه این نظام کم درد و بلا داره؟ این از سران قوای سگانه‌اش که 14 ماه یک بار همدیگر رو میبینن و تنها دستاورد ملاقاتشون این بود که این بار تونستن 3 ساعت همدیگر رو تحمل کنن. این جلسه از ساعت 13:30 آغاز شد و ساعت 16:35 به پایان رسید که این خودش یه رکورد چکنی محسوب میشه، چون 2 دقیقه بیشتر از جلسه قبلی به طول انجامید. 439 روز بود که این جلسه تشکیل نشده بود و کسی هم درباره علت تشکیل نشدن اون توضیح نداد. بابا خب علت تشکیل نشدن مثل روز تو تصویر روشنه دیگه. همونطور که میبینید احمدی نژاد در بیشترین فاصله ممکن از اون دورس لاریجانی نشسته و مثل برج زهرمار داره یه طرف دیگر رو نگاه میکنه و آخرش هم حرفی برای گفتن نداره. قرار بود سران 3 قوه در جمع خبرنگاران حاضر شوند و پاسخگوی سوالهای آنان باشند، اما به دلیل مصاحبه نکردن رئیس جمهور سران دیگر قوا نیز با خبرنگاران مصاحبه‌ای انجام ندادند. بالاخره معلوم نشد که این جلسه کشکی چه نکته جالبی داشت. نکته جالب توجه در دیدار امروز سران 3 قوه نحوه واکنش رئیس جمهور به خبرنگاران بود. آقای احمدی نژاد موقع ورود به جلسه و همچنین بعد از پایان جلسه چند بار دستاش رو به نشانه علامت پیروزی به خبرنگاران نشون داد. مردم امیدوارن این علامت پیروزی وحدت و همدلی 3 قوه بر وسوسه انگیزان و حاشیه سازان باشه. هی صادق، این بزمچه چرا دوباره انگشتش رو اینجوری میکنه؟ خر خدا داره گوشای من و تو رو نشون میده، میخواد بگه خرشون کردم. پس هنوز لاریجانی ها رو نشناخته. ببین من دیوونه تر از این حرفام ها، چنان حالی ازش بگیرم سفر نیویورک کوفتش بشه. یکی از چیزایی که این روزها حال احمدی نژاد رو گرفت فرو شدن یه فقره دزدی 3 میلیارد دلاری بود. خب ببینیم وزیر اقتصاد احمدی نژاد چجوری این رو ماسمالی میکنه. در یکی از شعب یکی از بانک‌ها در استان حالا به طور مشخص خوزستان وثایق لازم گرفته نشده برای این گشایش اعتبار در برخی از موارد و این تخلف در عین حال چند بانک دیگر رو منابعشون رو درگیر کرده. درست اعلام میشه مثلا 2800 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان این گشایش اعتبار صورت گرفته، ولی همه این 2800 میلیارد تومان یا 3000 میلیارد تومان بدون وثیقه نبوده. به طور مثال همین الان بررسی اولیه نشون میده که 1000 میلیارد تومانش با وثیقه بوده، در واقع انجام هم شده، مشکلی نداشته. اما در خصوص اون 1800 میلیارد تومان دیگه این مشکل وجود یه جوری از 3000 میلیارد تومان صحبت میکنه که انگار پول تو جیبی بچه‌شو نداده. آخه بوفالو، اگه بخوایم 3000 میلیارد تومان رو بنویسیم صفراش جا نمیشه تو تصویر. بعدم طوری میگه تخلف که انگار موضوع فقط یه جیببری ساده است که کسی هم نباید کاری بهش داشته باشه.
别拿走了，东西。你，眼皮可得可好啊。哦，这个弄的，掏这万子钱啊，掏了钱，很高。嗯。哎，弄出来个白纸，弄出来个还没抓住。哎，抓100块钱。حالا یه سری به اتاق فکر یکی از پایگاه‌های بسیج بزنیم که دارن برای بیرون کشیدن نظام از این شرایط فکرهای کارشناسی میکنن. یکی از محسنات اتاق فکر پایگاه بسیج شهید کریمی بررسی موضوع مطرح شده در جلسه به صورت دقیق و کارشناسیه. فکر کنم عملیات رمضان بود، اردون هم مثلا تو شهریار برگزار کرده بودیم. مدت دستگاه بستنی برده بودیم. و تنوع بستنی هم بدیم بخورن، بستنی قیفیا. ما به تمام بچه‌ها بستنی دادیم. فرید ابوطالبی هم هی میاد میگفت به من بستنی بده. آقا ما دیگه مثلا دستگاه بستنی پر شربت کردیم. هر چی ما این دستگاه از بستنی دستگاه میاد میدادیم به این میخورد. حدود 15 تا بستنی قیفی هر کدوم نزدیک 250 گرم بهش دادیم. آخر گفت دل درد گرفتم. اینو خوابوندیمش درازکش. بعد شکم پیرنش دادیم بالا، برفک زده بود. گفت دارن میمیرن. خب حالا تا برفک شکم این بابا آبشه یه سری هم به حریم هوایی ولایت بزنیم که این هفته مانور دفاع از اون برگزار شد. اینجا برج مراقبت پرواز در میدان تیر هوا به زمینه. کارشناسان و داوران رزمایش تو این برج مستقرن. شما خوب به هدف میزنن؟ بله خیلی خوب. همه شلیکا رو هدفه؟ در اون دایره در 300 باری که شما در نظر بگیرید میشه 150 متر به شوره 150 متر. اگه تو اون دایره بزنن خوبه. بله، نه فقط شلیکا به دشمن فرضی اصابت کرد، بلکه یکی از هواپیماها هم در اثر آتش فرضی دشمن به زمین اصابت کرد. 1 فروند هواپیمای آموزشی صبح امروز پس از برخاستن از پایگاه هوایی تبریز دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. حکایت مانور دفاع از حریم هوایی ولایت حکایت شیرینکاری این بچه هاست که واقعا آس رو میکنن. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. و اما زنگوله شاخدارترین دروغ این هفته رو میندازیم به گردن بزبز قندی نظام یا همون دکتر ازغدی که گفت دانشگاه بوسنی در سارایوو و در خارتوم سودان در هر سه جا اتفاق افتاد. یعنی بنده از همون مسئولین دپارتمان‌های علوم انسانیشون میپرسیدم چی دارین درس میدین به دانشجویاتون؟ گفت ما همین چیزایی که از غربی‌ها ترجمه کرده آمدیم اینا، ما منتظریم اینه که میگم این عبارتشون ها، ما منتظریم از ایران مطلب بیاد و خدا رو شاهد میگیرم من نمیدونستم اونجا گریه بکنم یا بخندم. در دانشگاه در مالزی، در بوسنی تا خارتوم، یعنی اروپا، آسیا و آفریقا، گفت آقا متونتون رو بدید در عرصه های علوم انسانی، ما تمام این کتابا رو من میذارم کنار، متون شما رو اینجا تدریس میکنیم. این عبارتش. ما که نمیدونیم تو مالزی و بوسنی و خارتوم با کتاب‌های اینها چیکار میخوان بکنن، ولی ببینیم این کتاب‌ها زیر گوششون تو کلاس‌های بومی به چه روشی تدریس میشه. این یه نمونه از کلاس عربی در یکی از مدارس کشور.
خب نوبت میرسه به بخش مشنگستان نظام و مشنگای جور و جوری که حتی صدای کارشناسای خود نظام رو هم در آوردن. لطفاً با هم تماشا کنیم. خوشحالی ما رو می‌بینید. که نیاز به ترجمه نداشت صحبت مجری. در بعضی از برنامه‌های تلویزیونی واقعا باید زیرنویس بشه حرفایی که مجری می‌زنه. اینقدر بی سر و ته و به هر حال عجیب غریبه. این آقا که میبینید مجری یکی از شوهای عظماست که ما برای حرفاش زیرنویس هم میزنیم. اما شما اگه فهمیدید چی میگه خواهشاً تو فیسبوک به ما جواب بدید. همه این حضار محترم آزمایشگاه فراق را در سایه وصال شهدا در عمرشان می آزمایند. سقف بصیرت چشیدن جذبه های سحری است. کف آن و سرریز آن در جامعه و اجتماع ما و در بحث‌های سیاسی است. در پایان عرایض خویش جهت جانفشانی در راه آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با شهدا و امام راحل و رهبری معزز اعلام می‌داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این هم یه مجری دیگه که نیازی به زیرنویس نداره، چون کاملا پیداست که میخواد تو پشم و شیشه آخوندی برقصه ولی با کلاه شرعی ورزش صبحگاهی اومده تو میدون. دوستان عزیز آماده باشین. حالا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. صبر کن. حالا یه حرکت جدید واکرمن بک تو بک. حالا آماده میریم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. برای اینکه کسی با دیدن این صحنه ها از ورزش ناامید نشه، برنامه امروز رو با تصاویری از یک ورزشکار استثنایی به پایان میبریم.